جنگ با لشکری عظیمی دشمن با نام گنجشک سرخ مینقار که دهقانان کنیا را به تنگ آورده است، تنها در ولایت کیسومو 120 هکتار شالی را محو کردند. کنای غربی خودش تنها 5000 تن برنج تولید میکند، ولی 3/1 آن را پرنده ها میخورند. دهقانان ما از بانک قرض میگیرند و باید آن را با بهره برگردانند. زیان پرنده ها مانع برگردانیدن قرض می شود و حالا ما به قرض غوطیده ایم. برای خلاص کردن دهقانان از این بلا حکومت تصمیم گرفته است 6 میلیون پرنده را نابود کند. کشاورزان میگویند این کار باید دائمی باشد. من از حکومت ولایت و حکومت مرکزی میخوام همراه کار کنند، زیرا راه نجات وجود دارد. محو این پرنده ها باید منتظم صورت بگیرد. امیدوارم هر سال برای این کار پول اختصاص میدن و کاری دائمی می شود. حکومت هم راه خلاصی از پرنده ها را در پاشیدن زهر کیمیاوی با نام فنتیان دیده است که برای انسان و دیگر موجودات هم خطر دارد. حامیان جانوران میگویند این راه زودی خلاصی از پرنده عاقبت خوب ندارد. حکومت راه‌های نظارت تعداد پرنده ها را جستجو می‌کند و راه آسان را در پاشیدن داروی کیمیاوی دیده است. آنها دارو را بالای پرنده ها می‌پاشند و آنها می‌میرند. همین اصول را برای نظارت تعداد پرندگان مدت‌های دراز به کار می‌بردند. حامیان جانوران میگویند برای مانع شدن به افزایش بیش از حد پرندگان حکومت باید راه‌های بی‌ضرر را پیش بگیرد. ما می‌خواهیم حکومت راه‌هایی را پیش بگیرد که خطر نابود شدن دیگر جانوران از بین برود. همچنین شیوه‌های کشاورزی به راه مانده شود که تعداد پرنده‌ها از آن حساب زیاد نشود. از بس که کشت غله‌دانه مثل گندم و شالی زیاد است، پرنده‌ها نیز به سبب فراوانی غذا زیاد می‌شوند. برای همین به نظر من پاشیدن دارو راه درست نظارت این جانوران نیست. خشکسالی دوامدار در افریقا امسال باعث خشکیدن علف‌ها خوراک اساسی گنجشکان سرخ مینقار شده است و از این رو به جو و گندم مردم رو آوردند. این جانوران روزانه تا 10 گرم دانگی میخورند و سال 2021 دهقانان کنیا از دست آنها $50 میلیون زیان دیدند.